بهترین زمان برای انجام تمرینات ورزشی در طول شبانه روز چه زمانی است؟ بیا با هم دیگه مرور کنیم. ترشح هورمون‌ها در ساعت بیولوژیکی ما در طول 24 ساعت تقریبا یه همچین چیزی هستش. ساعت 6 تا 9 صبح کورتیزول حد بالایی از خودش داره، تستوسترون در اوج خودشه. ساعت 9 تا 12 بهترین زمان برای تمرینات با شدت بالا و تمرینات مقاومتی هست. ساعت 12 تا 15 به واسطه نهار خوردن ما سطح انسولین ما میاد بالا و یک زمان مناسب برای ریکاوریه. ساعت 15 تا 20 در واقع بهترین زمان برای تمرینات پرشدت و مسابقات هست. ساعت 19 تا 23 اوج در واقع هورمون ملاتونین هست و یک ساعت بسیار پر اهمیت برای ریکاوری ما. ساعت 23 تا 2 هورمون رشد ما در اوج خودش قرار داده و خیلی بستگی داره عملکرد روز بعد ما به این که ما توی این تایم در واقع چه استفاده از این کرده باشیم. ساعت 23 تا 6 هم بازم در ریکاوری روز بعد نقش بسیار مهمی داره. این چرخه بیولوژیکی بسیار پر اهمیت است. اگر میخواید نتیجه بگیرید از ورزشتون رعایت کنید. موفق باشید.